برای ساختن صفحه جدید روی برنامه فیسبوک می روید. خب هم برنامه فیسبوک است. خب اگر برگشت کنیم این صفحه، این رقم صفحه اینجا میاد، مثلا اوکی میگیم. خب این است صفحه فیسبوک. خب در اینجا اگر خواست صفحه جدید جور کنید، ورود به حساب دیگر حسابتان رو پیدا کنید. و این هم فیسبوک ها است که ما درست کردیم. خب در پایین است ایجاد حساب فیسبوک جدید. خب روی ازی گزینه اوکی منیم. خب اینجا گفته بعدی. خب در این قسمت مثلا نامی صفحه که درست منید نوشته منید. فرض مثال ما نوشته منم محمد اخلاقی. خب بعدی این مثال تولد است. به صورت معمول سن باید از 18 به بالا باشه. اینجا پایین هم سن نشان میده 16. در مثال 18 19 20 اشکال باشه. میتونید تاریخ تولد خود از اینجا مشخص کنید. مثلا ما نوشتم یکی جنوری 2001. خب این جنسیت از اینجا مشخص کنید که آیا زنه یا مرد یا سفارشی بس دیگه چیزا، مثلا نام یک مؤسسه یا چیزی اگر باشه اینجا میتونید سفارشی بزنید. خب در اینجا شماره تلفن. خب این شماره تلفن از ما قبلا زده بودم، اما 078 28. اینجا شماره تلفن میزنم. خب بعدی اینجا مهمترین چیز همیه که این گذرواژه شما یک چیزی بزنید که در یاد شما باشه. مثلا ما نوشتم افغانستان مثلا 1، چون حروف و عدد باید هر دو باشه. خب اینجا مکمنیم. خب اینجا جمیل خب مشخص کنید که در کدام جمیل شما، مثلا مادری جمیلی که یا اصلا رد کنید هم موشه. اگر همون جمیل خود ثبت کنید هم موشه. خب اوکی میگیریم. کد تایید. خب منتظر میمونیم تا کد شبکه ارسال کنه. خب قبلا اینجا کد آمده، میتونیم منتظر بمونیم یا شاید یه را قبول نکنه، چون دمجه شماره شاید هم قبول کنه. 89 90 89 44 90. خیلی را قبول نکرد یا کد را دریافت نکردیم. خب باز اوکی منیم تا کد بیایم.
خواده او شماره نامد. شاید آنتن ضعیفه یا هرچی هست دیگه، که دیرتر می یعنی در قسمت این شماره کم گیرندش زیاد بود دیگه یا نه. خواهی کدی فیسبوک. خب بینمی بود میتونید ذخیره کنید یا افزودنی را حالی بزنید یا پسان مثلا عکسی صفحه قرار بدل کنید. بینمی ای بود ساختن فیسبوک. مثلا میتونید از این دوستای خود انتخاب کنید. یک سه چهار دوست میتونید از اینجا انتخاب کنید یا رد کنید پسان از دوستای خود انتخاب کنید. خوابی بدم ساختن صفحه فیسبوک. خب به اسم محمد اخلاقی بود. بازی کاراش چون ما قبلا نکردم، ولی میتونید مثلا عکس بزنید، عکسی پس زمینه را بزنید.